این فردی که میبینید آقای بزه، نه راستی بزه مال زمانی بود که مختلس بود، الان بدهیشو داده. آقای بابک زنجانی یه گلایه خیلی سنگینی از مسئولین داشته، خیلی زندگی روش فشار آورده. ببینیم. خود من چند روز پیش مهمون داشتم، رفتم هتل، میخواستیم کارت بکشیم که پول هتل مردم رو بدیم، کارت 200 میلیون تومان بیشتر کار نمیکنه. حاجی عجب انتقادی، فوی حاجی تو خیلی فشار زندگی روته. مسئولی خب این چه وضعشه؟ بنده خدا نتونست 200 میلیون پول برداره بکشه. خب یه فکری بکنین. منم 20,000 تومان امروز تو کارتم بوده، میخواستم برم 5,000 تومانشو کیک بگیرم، این کارت نکشیده. خب این چه وضعشه بابا؟ مشکلات ما آقای زنجانی عین همدیگه، یه ذره رسیدگی کنید. خیلی فشار روی آقای زنجانیه.